قدران و مداران سویت ایران ما در هر یک جا امر معروف میکنیم، وادار میکنیم که شرایط بده شده است. هر یک بنده مسلمین باید فهمد که هر یک قدم ما گناه است. چون که میگویند جوانان زیایان آینده ملت است، اکثر زیایان حاضر در تاکید میکنیم که بچه های جون تپروس نکشه، ناس نکشه، تو مرد باشی بنگ بزن، افیون بزن، آنه گیر بزن، ککایی مریخوان بزن، تو نامرد هستی برم ناس میخری همون پیوه غدا نشکمت برم که دیگه قبلی ساقرم آری میمری سپیرزنی کنیک هنزی باز کزن که یک تبینه بگه مرد است. این نامرد برادر به همون چشمی بد نگاه میکنی، در همون دخترها در همون بیوزنها نگاه میکنی، حسد میخری، این نامردی است. میتونه خفیدگی تا فوز مانده گویده میگی وقتی مرد هستی نامردی نکن. ما در پس گم میزنیم همین مسئله رو میبینیم. هرچی مرد باشه خفیدگی چه کس کده گویده میگیری نمیتونه کون تا بجا. با همین برادر ابری معرفی خانزینه ما با خنسید کسی که یگان عرض شکایت دارم همه به عرض زیرین نال خود سیاد که زنگ زنید با ما در تماس باشه.